رفیق تو اینجا چیکار میکنی؟ کاغذ قلم تو بردار بدو بیا که این ویدیو عقب نمونی. سلام، من تاها اسپکت هستم. خوش اومدید به یه ویدیویی که حرفه‌ای‌ها باید ببیننش. اولین تگی که قراره با هم توی قسمت سوم تگ‌های مهم HTML یاد بگیریم تگ تیبل هستش که تگ تیبل میاد یک سری داده ها رو به صورت ستونی قرار میده و جدول میسازه. همراه تگ تیبل سه تا تگ دیگه هم کاربرد داره. تگ TR، TH و TD. TR یعنی جدول، TH یعنی سلول، TD یعنی تیتر. و شما برای ساخته یه تیبل معمولاً به این تگ ها هم نیاز دارید و باز هم توی این قسمت میتونید با CSS بهش استایل بدید. تگ بعدی که قراره با هم یاد بگیریم تگ آی فریم هستش. تگ آی فریم میتونه توی سایتتون یک نقشه یا یک ویدیو یا از هر سایتی که بخوای میتونید ویدیو درونش قرار بدید، مثلا ویدیوی یک یوتیوب. حالا به غیر از این تگ میتونید از تگ ویدیو و آودیو هم استفاده کنید که تگ ویدیو رو میتونید آپلود کنید و با تگ آودیو صدا رو میتونید آپلود کنید. پس این سه تا تگ رو حتما داخل دفترتون بنویسید که یادتون نره، برای سایتتون خیلی مهمه. اگه دوست دارید باز هم از این تگ های مهم یاد بگیرید، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کن، زنگولش رو آل بذار که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده که من ویدیو گذاشتم و بیاین ببینید. آدرس کانال تلگراممونم توی دیسکریپشن هست. بدرود.